متفورمین ما دکترا تجویز میکنیم، بربرین و مادر طبیعت. امروز میخوام درباره بربرین صحبت کنم، یه ترکیب طبیعی که میتونه نقش مهمی در تنظیم کنترل قند و چربی خون داشته باشه. بربرین یه ترکیب گیاهیه که از زرشک استخراج میشه، همون زرشکی که تو زرش پلو استفاده میکنیم، بله، با همون رنگ قرمزش. این ماده از قدیم تو طب سنتی استفاده بسیار زیادی داشته، ولی امروزه توجه دانشمندان رو به خاطر تاثیرات مثبتش روی متابولیسم و تنظیم قند خون و کلسترول جلب کرده. بربرین سه کار اصلی انجام میده: قند خون رو تنظیم میکنه، چربی های مضر خون رو کم میکنه و به کاهش وزن به شکل طبیعی کمک. وقتی بربرین وارد بدن میشه، شروع به فعال کردن یک کلید حیاتی تو سلولای ما میکنه که بهش میگن AMPK. تصور کنید AMPK مثل یه دکمه روشن شد توی سلولهای بدنه که برای سوزوندن چربی و تبدیل قند به انرژی ازش استفاده میشه. وقتی این آنزیم فعال میشه، قابلیت بدن برای استفاده هوشمندانه از انسولین بهتر میشه، تولید قند از کبد هم کمتر میشه و سلولها شروع به سوزوندن چربی میکنن به جای اینکه اونو ذخیره کنن. این فرایند شبیه برنامه‌ریزی مجدد فرآیندهای متابولیسمی توی بدنه به شکل طبیعی و امن. بعد از خوردن غذاهای پر از کربوهیدرات یا چربی که اغلب توصیه نمیشه، بربرین میتونه کمک کنه تا احساس سنگینی کمتری داشته باشید و قند خونتون بعد از غذا ثبات بیشتری داشته باشه. معمولا روزی 3 بار 500 میلی گرم متفورمین ما دکترا تجویز میکنیم، بربرین و مادر طبیعت. امروز میخوام درباره بربرین صحبت کنم، یه ترکیب طبیعی که میتونه نقش مهمی در تنظیم کنترل قند و چربی خون داشته باشه. بربرین یه ترکیب گیاهیه که از زرشک استخراج میشه، همون زرشکی که تو زرش پلو استفاده میکنیم، بله، با همون رنگ قرمزش. این ماده از قدیم تو طب سنتی استفاده بسیار زیادی داشته، ولی امروزه توجه دانشمندان رو به خاطر تاثیرات مثبتش روی متابولیسم و تنظیم قند خون و کلسترول جلب کرده. بربرین